بسم الله الرحمن الرحیم. بچه امروز آموزشی میخوام بهتون بدم. روش گذاشتن رج اول است که مهمترین چیزی که تو دیوارچینی وجود داره گذاشتن رج اوله و خیلی مهمه. اگه اینو ما به درستی نتونیم انجام بدیم، حالا بهتون گفتم دیوارچینی بد میشه، اتاقا به خوبی در نمیاد، فضاها کم و زیاد میشه. پس باید سعی کنید اساس و اصول اصلی دیوارچینی رج اوله. اینو ما میخوایم انجام بدیم همراه با استاد و معمارمون، ان شاءالله که یه چیز خوبی در بیاد. معمار حالا فرامو میارید و سعی کنید بچه‌ها همیشه نقشه کنارتون باشه. خب هرچند که من انا نقشه حفظم شاید گاه وقتی یکی دو سان سه سان 5 سان کم زیاد بشه و همون باعث میشه که دیوارا خراب بشه. حالا ما اینو انجام میدیم ان شاءالله. بچه‌ها این در کل 85 تا داخلش بود، اما چون این آجر 12 سانته خب پس 8 سانت اضافیه رو میندازیم رو کمد. خب یادتون باشه بعضی جا میگم قرار نقش کنارت باشه به خاطر اینه. ما این 8 سانته رو میندازیم روی این، خب میشه 93 سانت. معمار بریز اینجا 93 سانت بریز. خوبه. خب معمار یه شمشیر میاری بذارید بغلی. اینم بلاتش برید بار. حالا بچه ما چرا این شمشیر رو گذاشتیم؟ برای که این شمشیر اصولی که ما دیوار رو صاف بچینیم صافه دیگه نیاز نیست رسم بکشیم، همین رو داریم. خب لبه هم داره و باعث میشه که اصولی صرف پایین بگی بچه ها ببینن این شمشیر رو. این لبه 4 الی 5 سانتی داره خب و آجر کنارش میخواه. بچه نگاه به خوبی کار انجام میشه. ادامه شو معمار میده، ما اینو برش بریم. معمار اینو نداده چی میدونی که این گذاشتم که انا برش دارم 93 این هم میشه کمد، این هم میشه قسمت سرویس که داشتیم ما. این بچه این قسمتی که الان اینجا وجود داره، این قسمت که میشه حدود 55 سانت این داکته. خب قبلا تا اینجا بود، بعد به خاطر اینکه این فضا این شکن خیلی بزرگی در بیاد ما خودمون نقشه رو تغییر دادیم و باشه که این در بیاد. امیدوارم که آموزش کافی دیده باشین. تا آموزش برای شما رو به خدا میسپارم. ممنون، دستتون درد نکنه.